همینطوری که بهتون قول داده بودم، گفتم در فایل بعدی راجع به خواست خداوند و وصل شدن به خداوند باهاتون صحبت داشته باشم مفصلا. اجازه بدید حرفم رو اینطوری شروع بکنم. ببینید 7 میلیارد و اندی آدم روی کره زمین همینطوری که میدونید زندگی میکنن. شیارهای انگشت من با تمام آدمهای دنیا فرق میکنه و این یکی از اعجازهای خداونده. شاید مصداق یک سوزن باشه تو انبار کاخ. به حساب نمیاد بین این همه در واقع اعجازهای خلقت و آفرینش. حالا منظورم از این مثال چیه؟ میخوام بگم همه این افراد سبک و سیاق و قانون خودشونو دارن در ارتباط گذاشتن با خداوندشون. هر کسی در واقع از زن خویش شد یار من. هر کسی درک شخصی خودشو داره از خداوند، ولی یه قانون مشترک و به نظر من صحیح و واقعی وجود داره که اون قانون ناز و نیازه. وقتی من با خداوند در ارتباط قرار میگیرم، بیشتر مواقع نباید این اجازه رو به خودم بدم که به جای نیایش در واقع دعا بکنم که چه چیزهایی رو از خداوند بتونم دریافت بکنم. اینو بده، اونو نده، اینو نمیخوام، اونو میخوام. بذارید مثال بزنم. عاشق و معشوقی، عاشق به معشوق پیغام میده که مثلا ساعت 10 شب بیا بالا پشت بوم کارت دارم. وقتی با هم مواجه میشن، عاشق نمیتونه در گوش معشوق بگه ببینم میتونی 2 میلیارد پول برای من جور بکنید، من نیاز دارم. میتونی یه شوهر خوب برای این دختر همسایمون پیدا کنی، آخه باباش اذیتش میکنه، شاید بتونه اینجوری خوشبخت بشه. میتونی فلان کار انجام بدی. بعد 1 ساعت 2 ساعت که کنار هم دیگه هستن، همش خواسته هاش مطرح شده و در واقع معشوق میگه خب با من کار نداری، من صدا کردی که این چیزها رو مطرح بکنی. فکر میکنید این رابطه است که مصداق عاشق و معشوق بودنه؟ گفتم هر کسی حق داره با خدای خودش ارتباط خاص خودش رو بذاره، اما هر چیزی قانونی داره، مثل قانون جذب، مثل خیلی از قانونهایی که نظم و انضباطی که در کل جهان وجود داره. شخص خود من خود افشایی بکنم، بعضی وقتا سیمم که وصل میشه، دیدید یه جا نشستید یه نفر میاد صداتون میکنه، باور بکنید اتفاق میافته، توجهش بکنید. 1 مرتبه شما وصل میشید، دلت میخواد با خداوند حرف بزنی، عشق بازی بکنی. این جور مواقع واقعا بهش میگم من خیلی بدبختم تو صحبتام، تو عشق بازیام. اگه بهت میگم اینو میخوام، اونو میخوام پشتت قایم بشم، میخوام از وجه تو استفاده بکنم، میخوام هامو شروع میکنم، یه جوری منو ببخش، ما رو ببخش. میخوام بهش بگم که اگه نباشی نمیتونم، هر جا تو نیستی منم نیستم، هر جا تو هستی من نیستم. این دیگر من نیستم. حیف از آن عمر که با من زیستم. قانون ارتباط گذاشتن با خداوند بیشتر نیایشه. اگه امتحان نکردی امتحان کن، ببین چقدر دریافت پیدا میکنی. نه به بهانه دریافت کردن، به بهانه عشق بازی کردن. ببینید ما الا ماشاءالله بی نهایت چیزهایی رو از خداوند دریافت کردیم که 24 ساعت که وقت اگر داشته باشیم برای شکرگزاری، باور بکنید کم میاریم، وقت کم میاریم، نمیتونیم شمارش بکنیم. این همه نعمتی که خداوند در اختیار همه ما گذاشته، بی نیاز باش، برو پیشش، بوی نیاز ندی.
اصلا تو رفاقت ها هم همین جوره، رفاقت های زمینی هم همینطوره. از سر نیاز وقتی با این نفر میخوای ارتباط بذاری، طرف حال خوبی پیدا نمیکنه، احساس خوبی نداره بهت. خداوند رو دوست داشته باشیم به خاطر خود خداوند، نه ترس از جهنم یا شوق بهشت. فکر میکنم این درست‌ترینه. سویدای قلب خودمون رو تمیز کنیم. این قلب باید تمیز باشه تا سویدای خدا، تا جای خداوند باشه، تا خداوند درش جلوس بکنه. آب و جاروش بکنیم. یعنی چی؟ چجوری آب جارو بکنیم؟ چیکار کنیم که تمیز بشه؟ خود قضاوتامون رو کم بکنیم. یه مقدار میخوایم در واقع حاضر جوابی بکنیم، یه کمی سکوت کنیم، کوتاه بیایم. یه چیزی رو میبینیم زود افشا نکنیم، نبینیم، چه اشکالی داره؟ یه خورده کوچولو مرام خداوند رو درون خودمون داشته باشیم. باور بکنید خود خداوند درون ما سیرکوله است، حرکت میکنه، وجود داره. منتهاش تو باید ببینیش، باید متوجه باشه که تو رفیقش هستی. اصلا دنیا، زندگی، همین هر کسی اسمی میذاره روش، گاد، راما، خداوند، همه اینا عدالت دارن. اگر لیاقتشو من نداشته باشم، نه این دنیا، نه این زندگی، نه خداوند شاید چیزی به من نده، من نمیدونم، ولی تجربه میدانی و زیستی من اینو میگه. ببخشید. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، هر که این کار ندانست در این کار بماند. تمیز کنیم قلبمون رو، تمیز کنیم تا خداوند رو بتونیم دعوتش رومون بشه، دعوتش کنیم توی این دل، توی این معبا، توی این سویدای قلب که جای تمیزیه، جای شماست. جلوس بفرمایید، تشریف بیارید. خداوند حضور پیدا میکنه. ادعونی استجب لکم، تو بخوا ما جواب میدیم. فوراً میگن پس ما چرا این همه چیز میخوایم، پس چرا به ما نمیدن؟ میخوام ها که همش عشق دادنی نیست، گرفتنی هم هست. یا همش گرفتنی نیست، دادنی هم هست. یک رابطه بدبستون عاطفی است، عشقی است، عشق بازی است، نه رندانه عمل کردن. بقالی ما باز نکردیم با خداوند شراکت بکنیم، اینقدر به من بدی من اونقدر کار انجام میدم، این کارو نکنی اون. مگه بازاره اینجا؟ یه رابطه لطیف عرفانی و عارفانه و عاشقانه است. چرا آلوده میکنیم با خواستنهای؟ فکر میکنی واقعا خداوند درون دل تو نیست؟ واقعا نمیدونه تو چه چیزی رو میخوای و طلب میکنی؟ هر طلب در تو گروگان خداست. زان که هر طالب به مطلوبی سزاست. چیزی که در دل تو است، فکر کنی تو از کجا خریدی آوردیش؟ خداوند در دل تو انداخته، منتهاش صبوری میکنه تا تو لیاقتش پیدا بکنی بهت بده، ایمان بیاری بهش، باورش بکنی. یه مقدار از نگرانی هامون رو کم بکنیم، یه مقدار اعتماد بکنیم به خداوند. واقعا عمق نگرانی های ما به اندازه عمق باورهای ما نسبت به خداونده. اینو باور کنیم، وجود داره، حقیقتیه. میگن توی یه خیابونی 2 ساختمان خیلی بلند، 2 برج داشتن میساختن. یه دوستی اومد تو اون خیابون که با دوستش ملاقات بکنه، برن یه جایی.
این دوست تازه واردش که وارد شده بود به نزدیک خونه اینا آمده بود، نگاه کرد اون بالای این ساختمان، 2 ساختمان 2 سیم در واقع کشیدن. بناها و کارکنای این 2 ساختمان از روی اون سیم رد میشن، فرغون میبرن میارن کار میکنن. این رفیقش بهش گفت آخ الان میافتن. این دوستش بهش گفت نه اینطوری نیست، ما 2 ساله تو این خونه داریم زندگی میکنیم، اینا دارن ساخت و ساز میکنن، هیچ اتفاقی نیفتاده، کسی نمیافته. گفت یعنی اینقدر اعتماد داری بهشون؟ گفت آره. بعد سوال کرد، گفت اگه تورم بشونن تو اون فرغون اعتماد میکنی ببرن دونور ساختمون؟ گفت اونقدر نه، اونقدر اعتماد نداره. ما به اندازه باورهامون، به اندازه وسعمون، به اندازه تشنگیمون از این دریا میچشیم. یکی با یه قاشق چایخوری میره سمت دریا، یکی انگشتونه با خودش میبره، یکی مخزن بزرگتری رو داره، یکی اصلا کنار دریا جلوس میکنه. خوشا به حال اونهایی که تمکین میکنن تو این مسیر. باور بکن، چه باورش بکنی چه باورش نکنی، او با توه، با توست. میگن یه شخص عابدی خواب دید که خداوند بهش بهش گفت میخوای آبروتو ببرم؟ من تو رو افشا نمی‌کنم که آبرویی داری بین مردم. اون عالم من به خداوند جواب داده تو عالم خواب که میخوای به مردم بگم تو چقدر مهربانی که عبادتت هم نکنن. چه بخوای چه نخوای باهاته، با توه.